آبانبار نیروگاه برقی یابی نورک با وجود رسیدن سومین ماه تابستان هنوز به قدر کافی آب ذخیره نشده است. سطح آب 2 متر پایین‌تر از قدر ضروری است. اگر به این حد برسد مجرای سربن را باز میکنند. هر سال در این ماه آبانبار پر بود و آب زیادتی به دریا جاری میشد. سبب کمی استفاده زیادی آب نیروگاه برای تامین نیروی برق بوده است. این زمان در نیروگاه در یک شب و روز تا 50 میلیون کیلووات ساعت گویا برق استحصال شده است. این زمان واردات آب بسنده است. حتی ما ذخیره کرده ایم. اگر در نیم سال یکم گپ بزنیم 3 متر و 20 سانتی متر اگر 6 ماه را آخر ماه ایون دا 3 متر و 20 سانتی متر انا این زمان 2 متر و 30 سانتی متر ما پستیم نسبتی سال گذشته. در نیروگاه نورکی با 9 اگرگات حالا بزرگترین در تاجیکستان است چرخه های نو میگذارند چون پیشینه هایش فرسوده شده اند. چرخه پنجم نیروگاه حالا در حال آموزشی کار میکند. با فعال شدن چرخه پنجم استحصال برق زیادتر می شود. اگریگات پنجمی نیروگاه آبی برقی نورک آماده شده ایستاده است. مهلت تجربویش رفته ایستاده است و در روزهای نزدیک بعد منامین مهلت تجربوی به انجام رسیدن. نورک در جنوب تاجیکستان زمان شوروی ساخته شده است. این نیروگاه و دیگر نیروگاه‌های خرد تاجیکستان قادرند کشور را در فصل تابستان با نیروی برقی کافی تامین کنند. اما تیر ماه و زمستان مردم همیشه از کمی نیروی برق رنج میکشد. حالا که آب کافی در نیروگاه برای زمستان جمع نشده است، نگرانی این است که تیر ماه و زمستان امسال خانه‌های مردم بیشتر تاریک و سرد میمانند. محمود جان رحمت‌زاده، آزادی، شهر نورک.